یاس که رپر مورد علاقه منه آهنگ داده بیرون 20 ساعت پیش. نه من گوش دادم نه تو گوش دادی. میخوام بریم با هم برای بار اول گوش بدیم. لطفاً بذار. واقعا 20 ساعت من منتظر این بودم. واقعا هیجان دارم و 17 دقیقه است. 17 دقیقه است. من میدونم خیلیاتون منتظر بودین که من یه تحلیل توی یوتیوب بذارم و خیلی خیلی ممنونم ازتون که تا الان منتظرمون. تو خدا بذار. و احساس میکنم این اولین ویدئومون باشه. خیلی قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم. برو. اوکی. اوپنینگش مثل یه فیلم ترسناکه، یعنی یه ذره حال و هوای دارک و تیره و تار داره، یه تم ریز ترسناک داره. تا خودکارو میذارم پای برگ، عقلم نخواسته برمیداره پار سنگین جهنم، فقط خشم میده آرامشم تمام شب، تماشای نمای شرق مثل اون بی منزلی که زل زد به بار کج، واسطش اون بالا را نداده واسطش، پای سر رو میبارید نپیچلای سقف، عاقبت بدن گرمشو با تبر کوبید رو خاک سر. مغرور از خلق برهوتی که روزی باغ سبز، منم و قدمای آهستم، رویاهام کابوس شدن اما با خطای واضح تر، به کام مرگ فرو میرم چون حتی نمونده نای ترک. شیدی پردارو به آتیش، این روزا دیگه بر نمیگرده به عادیش، اهمیتی نمیدم حتی دیگه به باقیش، چشاخیز حسرت اونی که چرا نیست. آب و پیدی صافتابیدی به قاضی، تو نور بسوزیم یا با تاریکی بسازیم، البته معلوم نیم بدیشه یا خوبیش، این چراغو که روشن کنی همه گندارون میشه، از اون که رشوه داد تا اون که باج گرفت، پاهاش گره خورد به عمق فاجعه، رو با صفت قصه میشه خاطره، تو این محاکمه فقط محاکمه، جریان ستم ناتمام به تنجات، تو این محاکمه فقط محاکمه. درک ناتوان از این حجم ناجوان مردی، حال فناقل زیر چالکنا، از سیر چار کلام حرف از دین ماجرا، بی صورت گیسو کند حدود 20 قبل، پیچ و خم شیر و خط میونه دیو و دد، میرسه یه صدای بیگانه تو نقاب، همه جا تاریکه گوله گیجگاه تو شکاف، که فردا پوکاش تو نور زیبای موزه هاست، وحشت دیروز لعنتی بیداره تو صدا، باز مونده بیاب و تاب و توان داره، تلو تلو میخوره دور فانوسات تو خفا، قانونامون بیات اینه. یه چیزی همینجا بگم، با تجربه اون آهنگ سرکوب از یاس که 12 دقیقه بود، حس میکنم این آهنگی که 17 دقیقه است قراره یه شیفت ملودی داشته باشه. حس میکنم، من گوش ندادم، منطقیش و با تجربه که از یاس داشتیم احتمالاً هر ورس یعنی هر بخش یه تفاوت موسیقی واضحی خواهد داشت، چیزی که از سرکوب به ما داد. یعنی ریتمش با بقیه کلان آهنگای رپ حالا نسل اول فرق میکنه. دقیقاً. یکم احساس میکنم مدرن تره، یکم تحلیلش متفاوته، خیلی متفاوته. مدرن تره. رو زمین تابوتا رو هوان، تو دست مادر و سبد لاله های جوان، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان، تا ابد میمونه جاموها رو زبان، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان، دو دست یافتن رو اسب تاختن، کاخا رو سوزوندن تو دخم قصر ساختن، اما این دفعه پیچی میگردن،
لجه هم گلا رو قیچی میکردن، رسید به استخون کارد، نقطه شد قارمون تا کاسه به خبر از حنجره به حجره نون داد. هر سو به منفعت خودش مشت اون تا تو اون داد، یادمون بره کی واسه مشت اون داد. اون که گفت التماس دعا، میبینی اون طرف پیوست به انتقام جوا، پی روزی ولو به قیمت یار سوزی. آدم لنگ مجبور اسیر چاپلوسی که فقط وعده میشنید قد درازای زبون، اشاعه فقر نقاب حسابای کلون، اماله ترس فشار نگاههای عمود. با شناخت ملت نیاز به شناسایی نبود، همون تفنگو هم نشناسی میشه چماخ. این درد سر و بالاخره میشه تومار، این میکروفونا وصلن به میک سماخ. صف شطرنج چماق، تومورو، این یه کاری که خارجی ها خیلی میکنن، رپرهای خارجی. یعنی همون ویدیو معروف که شاید از امینم دیده باشید که مثلا میگه اگه کلمه اورنج رو مثلا میگه اورنج با هیچی قافیه سازی نمیتونی بکنیش، ولی میگه من اینجوری نگاه نمیکنم، میگم اورنج دور هنج، مثلا اینجوری شروع میکنه. زندگی شد میز قمار، سینه اتاقم یه پناهندم، از زمان کندم آرزوامون تو گذشته ها رها کردم، بدون حتی نیم نگاه به پشت سر. هر کی تونست بین این به گاهی حجر زد، به ما که میرسه میگه اگه ساکتی خائنی، با اتحاد مناسبتی به جای دائمی قایمی، که با بنی بشری نشینی پای میز، که بایی نداره ملتو بذاره لای ریسک. چشام خیس نمیدونی از دل صد پارم، مینم آهنگ نیست به سکوتم لحن دادم، کسی نمیده دیگه گل نامه ها رو جواب. با تو ما تو سراب میخوره، با تو ما تو سراب، با صدای چکمه های باغبونای صیاد. تابوتا رو زمینه، تابوتا رو هوان، تابوتا رو زمینه، تابوتا رو هوان. تابوتا رو زمینه. تابوت فقط منظورش نیست، این با کلمه داره بازی میگم خدایش یه چیزی داره کلمه بازی میکنه. بوت به کی ربط داره؟ بوت به کی ربط داره؟ بوت سربازی، نیروی انتظامی، دقیقا. تابوت ها رو زمینه، تابوت ها رو هوا. تا ابد میمونه جاموها رو زبان، تابوت ها رو زمینه، تابوت ها رو هوان. درست برسم فکر کنم. البته بگم یوتیوب خودش شیفت میکنه، خودش جدا بخش بندی کرده، ولی میشد حد زد از سرکوب. کلا از یاس آهنگ طولانی میبینیم میتونیم در هر صورت امضای یاس رو داره، شاید سبکش متفاوت باشه. دقیقاً برم ترانزیشن. صدای بیت، صدای ساعته، صدای این مردم آبادی سر و داغ از افیون آگاهی، ولی دریغ از یه نقطه مشترک بینمون سر مفهوم آزادی. حتی اتحاد امروز سر گره خوردن نخ بادک آزادگاه چپاول. استاپ نکن، برو. نمیتونم. خیلی این آهنگ قشنگه. نیومده برای بازی، نیومده برادر در حال پخت و پز. سر و داغ از افیون آگاهی، ولی دریغ از یه نقطه مشترک بینمون سر مفهوم آزادی. حتی اتحاد امروز سر گره خوردن نخ بادک آزادگاه چپاول. این سالها خزان بانگ از آن سر میره پایگاه چپا، وردشون آیات صلوات ملکشون آباد، جاده و پل بینشون آزاد، واسه ما مهرشون آبان. شاهد باش رو دیوارا رد گلوله، جیب خالی ما خرج قشون منچه کشون، قنات خالی واسه یه دستای صد قانوته. تو چند جنونه یه ننگ دونونه، دلم پر میکشه تنگ غروره.
هر جور بگم افته که تاریخ ما به ستم قفله. میپیچن واسه ملت نسخه کامو باز کنی که زهرو بدن خورده. تو همه ای که حتی خیرت جرم من به معنی سکوتم دلم قرصه. این خون تازه جوهر پیش گفتار قصه است و فریب بعداشو نخوری که داره هر دفعه همدن پایین میبره ضریب خطاشو. دلیل بقاشو مساوی باخته همه، به جا این که به سر سبز این ملت صبور تاج بزنه. از پاشون خار بکنه ساج به تنت میکنه پاشنه درت. انگار غرق لذت از ذوق آتیش و خاکستره. تو خواب یه زنه که صداش به گوش من میاد. یکی گفت بمون به جنگ قیام، یکی گفت به زور بکن بیا. اون بیرون صف جلو ارباب دولاراست، آرمان سر همون دولاراست که ما اینور درگیر هجوم صفریم. تحریم و سرود نفرین، حالا ما عدد کدوم فکریم؟ اون فکری که نمیشناسیم جلو عوض میشه جز توش هزار برچز. پرسش گل پوچ کدوم پرچم یه جنبش شلگودتر از اشک زن و قررش پرشورش که خود سوز میلاد اون روزه که جا گوله میباره کل بوسه زنگین. الان فهمیدم چی شد. این ترک باغ 20 ساعت پیش اومد 8 مارس و چقدر داره به زن اشاره میکنه. این برنامه داشته برای این ترک. باید تا آخر گوش بدم. شاید مفهوم باغ کلا منظورش به شاید مفهومش به زنه. من انقدر واقعا مو به تنم سیخ شد بدنم، واقعا میگم به خدا یه لحظه سرد شد بدنم، یه ذره حالم بد شد خیلی. من ازش انتظار، واقعا از یاس انتظار نداشتم آهنگ سیاسی اینقدر خوب بخونه. دمش گرم. بار اولش نیست. انتظار داشتم اینقدر خوب بخونه، اینقدر نه خوب بخونه، نه اینقدر انتظار داشتم اینقدر قافیه چینی شعر عالی. به شلگودتر از اشک زن و قررش پرشورش که خود سوز میلاد اون روزه که جا گوله میباره کل بوسه. زنگین سر از این ننگین زهر، از جو حاکم و تمدید صبر، از عقد ساکت و تبلیغ زرد، مغز فاسد تدوینگر، از حرف شاهد اصلی که مفبر شد به منافع کثیف. اون صفحش رو به خون ما تزیین کرد تا دلش ترکید زنجیر زد از بیون جمعیت. همه چار ستون ها لرزیدن اما حتی انگیزامون غم انگیزن. تنشو کوبید رو خاک سر برهود که روزی باغ سبز دارم این برهود که روزی باغ سبز میرم نمونده دیگه نایتر. به مصلحت خود به دختر بی حجاب گفت مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم به هم رسوندن نقاط اشتراک. گفتن حسار پختن وعده دیار انسان خوشبخت، باز میان حسار قدرت ما شدیم پیاده نظام دشمن. فشار دشمن رو منه با چختندش، به شما که رسید بد نگذشت. اون خون که میکنه از رگ نشت فرزندیه که دیگه برنگشت. تکرار شد تکراری نه، منو به حال خود بسپارینم. اسما میرن تو مسیر ریل میندازن، اشکا برات سیل میسازن. این نسخه بی دوامن سرفه ها بی امانن، حتی در رفت بار ماسکم شاید سرفه صدا. این نسخه ها بی دوامن بیچاره من بی دوامن. رو باز کرد لگد مال نیمه جان زیر پاشون، به تقلا به نجات میگه آشوب. میره پاچوب خون سرا زیر پا جوب، سراسیم واژگون سرابی نقاب شد. نمادین عناوین نمادین لاف روشن فکری برا چینه. پرواز پراچیده اینا رو هم عمیقا خراش میده. بازی بین خود شعرها یه چیزی هست که قافیه وسط خود بیت، یعنی یه قافیه دیگه هم داره، اینکه سرا یه قافیه دیگه هم داره میچینه. الان من هیجان زده شدم. اصطلاحات تخصصی شد توی ویدیو دیگه کامل توضیح میدم. دین عناوین نمادین لاف روشن فکری برا چینه. پرواز پراچیده اینا رو لاف روشن فکری برای چینه. چی گفت؟ لاف روشن فکری برای چینه. کمونیسم، چپگرایی، لاف روشن فکری برای چینه، برای ما نیست. من واقعا دیگه به خدا عدد در نمیارم. یعنی بقیه‌شو بزن.
مال نیمه جان زیر پاشون به تقلا به نجات میگه آشوب میره پاچوب خون سر و زیر پا جوب سراسیمه واژگون سرابین قاب شد نمادینه عناوین نمادینه لاف روشن فکری برا چینه پرواز پراچیده اینا روحمو عمیقا خراش میده بازی گرگو میشه لطفی که واسه قوم و خیشه تو خالی نمیتونی پر کنیش کرکریش از جو کرکریشه دیگه فردام به درک بذار لااقل حرفامو بزنم خاکشو خوردم تعصب کشیدم کجا باز تعصب بشینم ها من که بی پایانم این که آیا میرسم آیا نواسم مهم نیست من آزادم از جایی بخونم که وایستادم یه راستگوی مزاحم سر به هزار چاپلوس نخاله قطره اشکان بارون سوال مقاومت اولین قانون ثبات حسرت من نوشته ی رها این خون است نه جبهه جهاد تنفر دارم از تماشا دادن ملت و غم این چهره به جهان تو چشات بسته از واکن بنگر به این پیکره بیدر و پیکر به این غفلت از صحبت ملت اون دقت تو بردن پی نه این دیگه شعر نیست این مانیفسته این دیگه واقعا آهنگ نیست این مانیفست سیاسیه این دیگه واقعا شعر نیست گرد سر این خبرها همه ندامیده یکی از نفرها کمه بار سنگین کمرها خمه این آدم نیست برا دمه ایران شده همه جا مزه خبر غافل از بطن لحظه خطر وعده جهنم غل و زنجیر زد تا دلش ترکید زنجیر زد پشت مثل بود جاری مثل بود سرکو مثل صرف لخت مثل مون خشم معتبر نامردا دستشون تبر نامردا دستشون تبر رفت بعدی این که خیلی سنگین بود بعدی دیگه دستم گرد بعدی دیگه چی میخواد باشه نمیتونم ترانزیشنش فوق‌العاده است عالی اولا که توی حالت خلیصه ولت میکنه بعد اینو با دل بیقرار نوشتم واسم مهم نی دیگه حاصلش چی درات میخوام محشم تو افق لب تفاوتش چی بود؟ صداش اومد بالاتر صداش بیشتر شد شاید بعضی وقتا این کار میکنن که بگن این قسمت مهمتره صدای خواننده غالب میشه به صدای موزیک یا شخصی تره یا شخصی دقیقاً اینو با دل بیقرار نوشتم واسم مهم نی دیگه حاصلش چی درات میخوام محشم تو افق لب ساحل بیکران یاسر خودم باشم و سایر دیگران چه خنده بر روی چه خم به ابروی پا بده ظالمی یا برعکس نه به صرف مظلوم یه سری لودن سری شدن به لحن دستوری یه سری کودن مثل کودن زیر درخت مصنوعی این ترازوها میزونن با ابروت تو کتت نره فرو میکنن تو پهلوت زیر سقف گردون از ترسم جرأتو بدوش عبور کن جامو بگیر جرأتو بنوش من یه رخ جنگجو که روحش کم جونه همچون میله یه مذابی که خودش خم شد عدل و داد به لحن چکش به شرط سرکوب حتی اینا میخوام به جا کلا بذارم کپ مرگو چی گفته بودم یه بار بهت یکی از انتقادات من به رپ فارسی این بود که یکی از راحت ترین ولی قشنگ ترین کارا اینه که توی آهنگای جدیدشون به آهنگای قبلیشون رفرنس بدن همین الان این کارو کرد سرکوب همچون میله یه مذابی که خودش خم شد عدل و داد به لحن چکش به شرط سرکوب حتی اینا میخوام به جا کلا بذارم کپ مرگو رد کینه پی فتح جانشین تو راه اتحاد واسه هم فتح پا کشیدن تلنگر برام از توهم درام که منفعل و فعال اینجا فقط تفاعلگران اگه خبر دامه داره چون کشش دید حرف مفزم بهونه دست منکرش میده واسه چقدر مهمه که این خواب تو آشوبه اینا دلاشون در رد کموده تو آشونه این ناتوها کارشون فقط بذر نفرت کاشتنه واسه کیف ملت کیفر خواستن تنها راز بقاشون مربوطه بدن بازدمت مهمتر به دست آوردن نگه داشتنه ابرو سوختم نگاه به صحرا دوختم نهال قد کشیدن و قد کردن به خاطر شکفتن اون که رویاهاشو گم کرد تو بیراه های ممتد این جاده ها بی بازگشتن تا دم دیواره های غربت
باد خشک سرد ماه پشت ابر به باغ مشرفم، دستو به جیب تو این روند فرسایشی که قراره فقط یک رونده در به باغ مشرفم، یعنی آینده خوبی میبینه. این میتونه یه نشونه باشه، یعنی به باغ مشرفم، یه آینده خوبی داره، یه زاویه دید خوبی داره. سرد ماه پشت ابر به باغ مشرفم، دستو به جیب تو این روند فرسایشی که قراره فقط یک رونده در سایشی ما ابزارشی. چقدر باغبون بد چه ترسناک نمیشه حرف عاشقونه زد یه محوته که عجیب ترین کار ابراز محبت به مجرد خشونت همه چی مرتبه، مجسم تنها با همه قهر آغوش، بهانه کافیه تا یه قطره بارون شه، بذر تا خوشه عزم تا کوشش، مغز باهوش نیست فقط قلب خاموشه، میباره تگرگ رو سرمون جا تبرک. مغز باهوش نیست فقط قلب خاموشه. بعضی وقتا دیدیم میگن مثلا به صدای قلبت گوش نکن ببین مغزت چی میگه. این داره میگه که اینکه قلب خاموشه دلیل بر این نیست که مغز کار میکنه. قلب از کار رفته، مغزم دیگه کار نمیکنه. Oh my god. بهانه کافیه تا یه قطره بارون شه، بذر تا خوشه عزم تا کوشش، مغز باهوش نیست فقط قلب خاموشه، میباره تگرگ رو سرمون جا تبرک تن چوب، کسی گل نمیکاره نبینه لگد شدنشو، به حسرت دوختنمون از آتش سوخت لبمون، یه مسافر مجبور مثل قفس تو چمدون. بهارتون تو خزانه ما بهارمون تو خزانه، بی احساس مون کلید زندان گم رو پلکام خون، دوباره قصه تکرار شد بسیار خوب اصرار کن، گفتی سطحی بود اخفال شد، تو دیگه عمق ما رو به خودمون بسپار، اگه الان رو سطح آب دنبال جلیق نجاته چون خونه امید شماغ گرداب مون، تنور فتنه داغ ما بین اتفاق، این چند تا بیت به عنوان پی نوشت باغ، دیره یا زود این درکم از جو حاکمه، یه بهت زده جوابش یه لب ساکته. ابرو سوختم نگاه به صحر دوختم، دلم میخواد تمام شه آهنگه یه ذره دیگه مونده، این که روله هاشو گم کرد 4 دقیقه دیگه مونده. این جاده ها بی بازگشتن تا دم دیوارهای غربت، تمام شب پرنده ها یه شعله ور دارن از اون بالا میفتن، شبیه لالایی هم هست، یه ذره آرومه. اگه به سوخت دادن بود من و تو حتی دیگه نیست باکمون، زیر همین آسمون وقتی هرکی به سوی میگریخت، تو اونی که منتظرم ایستاده بود، منتظرم ایستاده. شب کور دوبارم این ور بوم بذار برس آخر دید دوباره تغییر کرد، شاید یکم از همه شخصی تر باشه. منتظرم ایستاده. شب کور دوبارم این ور بوم بذار زمین چمدون، کنارم یه همه دور، خونه منطقه ممنوع، خود منظر مفهوم، کل دفتر من سوخت، همه ناقل خبر من سوخت، اینا پاچیدمون تو بغلم باقی بمون، میتابی تو عمق شب تار، اونچه تو بحت غم باغ، گرد درون من تن داغه، گوش زبون من کر و لال، روح سبک تر پرگاه، روی من و لب یار، دو آتیش این قبلنا، بالیچه بین چمنا، خالیش غیر کمرا، نبازی چه سیل خبرا، چه تقلایلا تقلا، جدولا زیر جدلا، با تبرهای که اتلان، هاشیون کلاغا رو دکلان، همه امیدمی تو هوام دم تو میدمید، پی بهانه بر رویدنی، همه امیدمی. این میگم یکم شخصی تره. حالا چون که گفتم این ترک باغ و اینجوری که داره صحبت میکنه و روزی که اینو داده بیرون، اینا همه به زن مربوطه و احساس میکنم حالا این قسمت شخصیه، حالا یا برای مادر یا برای عشق زندگی یا به عنوان اصلا یه مفهوم کلی از مثلا عشق مرد به زن، ممکنه اینم به تصویر کشیده باشه، انگار از زبون یک مرد به یک زن. چه تقلایلا تقلا، جدولا زیر جدلا، با تبرهای که اتلان، هاشیون کلاغا رو دکلان، همه امیدمی تو هوام دم تو میدمید، پی بهانه بر رویدنی، فدای لب بوسیدنیت، نوای قلب تو سینمی، تو قامتی که اسیر سرمو به دامنت دیگه
که راجع به مادر نیست فکر کنم. اسیر نجابت که اسیر لطافت یه نسیمی که میوزید جاری ریتم بیام پیاله بادی شین ببین زمین زاویه دید میشه از الان تا ابد قافیه چید تو این پیچ تند گیج کن کسی چه میدونه که چی میشه حکمی بارید خون تاریخمون تو بغل من باقی بمون دیگه پلا ریختن امید واهی عذابو میکنه طولانی تر این سکان لق افتاده توی طوفان سخت میذارم استخون لای زخم محو تماشای موهای لختت تو این حصار تنگ به بار سنگ هر طوری بشه کنارتم یکیه هنو دیوار تکیه لای سنگ و دلیه اما نمیده بیگانه ملیت صدا عربده از دور نوک اسلحه دستور رای تبرع محکوم جاری علبت هزیون چراغا رو شکوندن و خاموشی زدن بدون واکنش و نظر شدیم فقط تابوت کش خبر اینا میخوان نابود بشه بشر تو دیگه برو ما گوشتو نبند منو با بوسات بخواه تو دلم محفوظ جایگات بی تو کابوس راه خواب رونو که نازک شاخه ها تو هجوم آفت سر و بدتر گلوله داغن داده تکیه به ستون لاغر تا بستن دکون آخر جواب گندید تو لپ داور روان درگیر دروغ باور من که با این چپق چاقم خیره به افق باغم نه که عقب کشیدن ولی نقشه رو عقب کشیدن بذار اون بغلت بشینم تا اینجا خون اومدم رسیدم میون وضعیتی که از یتیم تا ننه بابا دارم از یتیم باقی راه تو عزیمتیم قافیه ها جدی نزینتی وارث این خونه داره جلو آینه میخونه حادثه که خبری نداره خبره که حادثه میکنه چرخی که این چرخه رو میشناسه دیگه داره آهسته میرونه حالا یه ناکسه جلو آینه میخونه حادثه که خبری نداره خبره که حادثه میکنه حادثه که خبری نداره خبره که حادثه میکنه میشه مثل خبر مرگ مهسا به نظر من اینا به هم ربط دارن چرخی که این چرخه رو میشناسه دیگه داره آهسته میرونه حالا چرخی که داره این چرخه رو میشناسه دیگه داره آهسته میرونه چرا حس میکنن منظورش روند اعتراضات مردمه؟ چون راجع به حادثه صحبت کرد چرخی که این چرخه رو میدونه یعنی مردم مثل چرخ که راه میندازن مثلا یه حرکت سیاسی رو میگه چرخی که این چرخه رو میدونه چرخه همون سایکل یعنی یه روند مثلا میگن یه سیکل خرابه مثلا یه چرخه خراب مثلا یه سیستم غذایی یه سیستم سیاسی خراب میگه چرخی که این چرخه رو میدونه دیگه داره آهسته میرونه یعنی دیگه اتفاقی هم نمیفته دیگه کاری هم نمیکنن همه دارن نگاه میکنن Oh my God. یه ناکسه بی بوته داره واسه جایزه میدوه لب هرس همو غمش طرف است مملکت خود مرکز دلم خونه چشمم پنجره است جنگ منفعت و معرفت گفته گود خورد به کوه جای چکش حفرمون حالا اونا با پدکشون دارم میان طرف جفتمون اون تارمون یعنی آخرین ریسمانمون اگه به سوخت دادن بود من تو حتی دیگه نیست با که تو منتظرم ایستاده بود موندم میبینید یعنی تموم شد من به جرئت میتونم بگم این بهترین آهنگ رپ ایرانی که تا امروز ساخته شده و شاید واقعا سالها و سالها طول بکشه تا یه آهنگی به این سبک ورد کلاسه در سطح جهان یعنی واقعا در لیگ کندریک هست من اصلا نمیدونم چی بگم اگه 4 تا آهنگ رپ 4 قسمت به هم دیگه اینا رو وصل کنی و همشون یک هدف داشته باشن یه مضمون داشته باشن 4 قسمتی که اصلا خودش ارزش اینو داشت که آهنگ رپ بشه ولی سعی کرده بود استوری تلینگ رپ داشته سعی کرده بود داستانگویی رپ داشته باشه واقعا به نظر من یکی از خفن ترین آهنگای رپی بود
با جرئت میتونم بگم که توی این سالهای اخیر رپ فارسی که گوش دادم، برای منی که یعنی همه فالوورای عزیزم توی اینستاگرام همه میگفتین که نظر راجع به رپ فارسی چیه، چرا رپ فارسی رو تحلیل نمی‌کنی؟ من دوست دارم رپ فارسی انقدر خوب بشه که اینجوری مو به تنت سیخ بشه و واقعا قشنگ بود. فقط تنها ایرادی که به یاس میتونم بگم هر روز آهنگ بزن، هر روز، حالا واقعا قابل اجرا نیست ولی انقدر کمکار نباشه. خیلی خوب بود. البته سیاسی بودنش و حماسی بودنش یه طرف، از لحاظ تکنیکی این آهنگ عالی بود، از لحاظ قافیه چینی عالی بود، از لحاظ آهنگسازی، از لحاظ اجرا، اینا یعنی واقعا در حد دنیا بود، واقعا در کلاس جهانی بود، در کلاس جهانی بود. و مارکت رپ ما واقعا در اون حد نیست و این برای خودش یک لیگ دیگه است. این استاندارد رو به مراتب برد بالاتر. دقیقاً. اصلا من اول ویدیو گفتم یاس برای من رپر مورد علاقه منه، دانیال همیشه ولی واقعا من حتی این انتظار نداشتم که همچنین آهنگی من از یاس بشنوم. منم انتظار نداشتم. اولا یاس اینقدر سیاسی نیست، یعنی اجتماعی هست، از همون آهنگ از چی بگم، ولی اتفاقا خیلی ها دوستش دارن، خیلی ها دوستش دارن، خیلی ها مثلا حس میکنن میتونست بیشتر سیاسی باشه ولی واقعا سخته. این آهنگ یعنی یک مانیفست سیاسی تمام عیار بود. این فقط یه آهنگ نبود، واقعا میگم. من این آهنگ رو بار به بار، قسمت به قسمت براتون تحلیل میکنم. امیدوارم واقعا این ویدیو رو دوست داشته باشید. ما خیلی صبر کردیم که این آهنگ رو گوش ندیم، با شما گوشش بدیم برای اولین بار، و اینکه میدونم خیلی هاتون منتظر بودین که کانال یوتیوب بزنم و خودم انتظار نداشتم اولین کانال یوتیوبم با چنین آهنگ خفنی با رپ فارسی باشه. اتفاقا چه بهتر. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک کنید، سابسکرایب کنید. این اولین ویدیوی ماست و من به زودی، خیلی زود قول میدم، جمله به جمله این آهنگ رو براتون تحلیل میکنم. قبل از اینکه بریم، هنر خوب هنریه که برای سالها میمونه. من مطمئنم سالها مردم برمیگردن میبینن این آهنگ برای چی و برای چه زمانی ساخته شد و محور چه اتفاقاتی توی تاریخ ساخته شد. دقیقاً جاودانه میشه این. واقعا. خداحافظ دانیال. خداحافظ.